یکی از دلایلی که آمپر آب میره بالا کثیف بودن این فواصل بین رادیاتور جدا از ترموسات ها و فشنگی ها. باید چند وقتی بارم این شستشویی به با مایع من و کارواش بگیرید تا این منافذ باز بشه. تعمیرگاه راستین کار واقع در کرج این خدمات رو ارائه میده. شستشوی رادیاتور آب و کولر برای پاکسازی و پایین اومدن بهتر دما در هنگام گرفتن کولر و زمانی که فشار رو ماشینه. یکی از دلایلش میتونه همین کثیفی بین منافذ باشه. یه مایع من میریزید و با کارواش شستشو میدید. اگه شرایطش هم ندارید که در تعمیرگاه راستین کار کرد این کار انجام میشه. مایع من یه 10 دقیقه 15 دقیقه صبر میکنید و سپس با کارواش صنعتی یا کارواش خونگی میشورید. در خدمت همه عزیزان هستم.